وقت بخیر. امروز میخوام یه توضیح خدمتتون بدم. خیلی از مراجعینمون در مورد این سوال از ما میپرسن. ببینین، توده پستان، داشتن کیست پستان، داشتن ضایعات فیبر آدنوم در بافت پستان، خیلی ها مراجعه میکنن برای جراحی حالا پروتز سینه یا برای جراحی ماموپلاستی و میگن که دکتر مثلا ما تو سینه هامون کیست هست یا سینه های کیستیک داریم یا اینکه یه سری ضایعات خشکی مثل فیبر آدنوم تو سینه هامون هست، آیا ما میتونیم این عمل رو انجام بدیم؟ مشکلی برامون پیش نمیاد؟ نه. میخوام اینجا این توضیح رو بهتون بدم. ببینین، برای ضایعات خشکیم پستان هیچ محدودیتی در عمل جراحی ماموپلاستی یا پروتز یا لیفت پستان وجود نداره. تنها نکته که در مورد این افراد حائز اهمیت هست اینه که ما این افراد رو معمولا قبل از عمل سونوگرافی میکنیم. حالا اگر این ضایعات مثل ضایعات کیستیک، مثل فیبر آدنوم ها یا موارد مشابه وجود داشته باشه، این مشکل رو هم همزمان با عمل جراحیشون براشون رفع میکنیم. پس این نگرانی رو نداشته باشین اگر سینه های کیستیک دارین یا اگر اینکه حالا یه ضایعه مثلا فیبر آدنوم خشکیم توی سینه‌تون هست که آیا ما نگرانی بابت عمل جراحی سینه‌مون داشته باشیم. خیر، واقعا اینطور نیست. میتونیم با آرامش عملتون رو انجام بدیم.